ریاست قشون‌های مرزبانی کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان در ولایت سوخت روز 19 اکتبر سال 2022 با نشر یک اظهارات و عکس‌های زیاد اظهار داشت که برخلاف توافقات به دست آمده و پروتکل رقم 42 از 25 سپتامبر سال 2022 درج شده، جانب قرقیزستان دیده و دانسته دست به اقدام‌های زده ایستاده است که هدفش ایجاد تنش و نوآرام در مناطق مرزی بین دو کشور است. طبق پروتکل رقم 42 که رهبران کمیته دولتی امنیت ملی تاجیکستان و قرقیزستان سیمومین یتیم و قمچیبک توشیف در پی درگیری‌های خونین ماه سپتامبر امضا کردند، جانب‌ها می‌بایست تمام نیروها و تکنیک علاوه‌ای را از مرز پس کشیده از دست دادن به اقدام‌هایی که بتواند باعث تشنج وضع شوند پرهیز کنند. زدوخوردهای خونین روزهای 14 سپتامبر سال 2022 در مرز تاجیکستان و قرقیزستان با بیش از 130 کشته و نزدیک 450 زخمیش خونین‌ترین مناقشه در تاریخ مناقشه‌های مرزی تمام آسیای مرکزی در دوران پس از سقوط شوروی شمرده می‌شوند. جانب قرقیزستان این اظهارات را تا کنون شرح نداده است، ولی ریاست قشون‌های مرزبانی ولایت سوخت میگوید بعد امضای پروتکل رقم 42 موردهای فراوان پایمال کردن آن از سوی قرقیزستان را ثبت و با عکس‌ها مستند کرده است. مرزبانان تاجیک حمله‌های اغواگرانه برخی شهروندان قرقیزستان، تیار کردن نقطه‌های تیراندازی، کندن خندق‌ها، ادامه انتقال تکنیک حربی علاوه‌ای و به تکرار ویران کردن حریم هوایی تاجیکستان را از جمله دلایل یقین نقشه‌های بدقصدانه جانب قرقیزستان نامیده می‌گویند. از 26 سپتامبر تا 15 اکتبر هواپیماهای بی‌سرنشین قرقیزستان 12 مرتبه در فضای شهر اسفره و ناحیه باباجان غفوروف ولایت سوخت حریم هوایی تاجیکستان را ویران کردند. در اظهارات گفته می شود که برخلاف توافقات خطی و لفظی با جانب قرقیزستان و برخلاف طلبات پروتکل رقم 42 از 25 سپتامبر سال 2022 جانب تاجیکستان چندین مورد انتقال تکنیک حربی، سلاح‌های وزنین و نیروهای حربی علاوه‌ای را به سمت مناطق مرزی ثبت کرده است.